فلسفه مبارزاتی بابک خرمدین چگونه الهام بخش حرکت ملی آذربایجان جنوبی شد؟ در این مقاله تلاش خواهیم کرد تا گردهمایی ملی قلعه بابک در آذربایجان جنوبی را از 3 منظر مورد بررسی قرار دهیم. 1. فلسفه و تاکتیک‌های مبارزاتی بابک خرمدین. 2. چرایی الهام گرفتن حرکت هویت‌خواهی آذربایجان جنوبی از بابک خرمدین. 3. اهمیت رونمایی از پرچم مبارزاتی ملت ترک آذربایجان جنوبی در قلعه بابک. 1. فلسفه و تاکتیک‌های مبارزاتی بابک خرمدین. همزمان با گسترش سرزمین‌های تحت تصرف خلیفه عباسی در منطقه آذربایجان، صاحبان قدرت به دنبال کسب ثروت بیشتر مدام در حال جنگ و کشمکش بودند. این مسئله باعث شده بود تا یک گسستگی عمیق در بطن جامعه به وجود آید که مانعی بزرگ در راه شکل‌گیری اتحاد و قدرت متمرکز بود. نبود یک قدرت متمرکز باعث شده بود تا آذربایجان در موضع ضعف قرار گرفته و آسیب‌پذیر باشد. بنابراین ایجاد اتحاد بین مردم و حاکمان محلی شاید کاری غیر ممکن و آرمانگرایانه به نظر می رسید که پس از حمله خلیفه عباسی به آذربایجان با درایت و کاردانی بابک خرمدین سردار بزرگ آذربایجانی محقق شد. آنچه در تاریخ به عنوان قیام بابک خرمدین مطرح می شود در واقع همان استقامت و وطن پرستی ملت ترک آذربایجان بود که به رهبری و با هدایت بابک خرمدین انجام شد. حساسیت آذربایجانی ها در پاسداری از هویت و سرزمین خود سبب شد تا برای قهرمانانی همچون بابک خرمدین زمینه لازم برای استقامت طولانی مدت در برابر تهاجم خلیفه عباسی مهیا باشد. بنابراین فلسفه قیام خرمدین را میتوان در حفظ و حراست از آذربایجان دید، چرا که وی نه به دنبال گسترش دامنه حکومت خود بود، نه به دنبال جاه طلبی در داخل آذربایجان بود و نه به دنبال گسترش ایدئولوژی فکری خود. تنها انگیزه‌ای که بابک خرمدین و ملت ترک آذربایجان را به مقابله با تهاجم خلیفه عباسی واداشت مسئله آذربایجان بود. قطعاً نمیتوان تمام کارهای بابک خرمدین را در جبهه‌های نبرد وی با متجاوزین خلاصه نمود. پس از به قدرت رسیدن بابک خرمدین تحولات اساسی و عمیقی در آذربایجان صورت گرفت. اما شاید بتوان گفت از مهمترین و بنیادی‌ترین کارهای مبارزاتی بابک خرمدین ایجاد اتحاد در آذربایجان برای مقابله با تهاجم خارجی بود. برای تأمین غذا و سلاح در آن شرایط بحرانی لازم بود تا یک مغز متفکر اقتصادی نیز وجود داشته باشد. در بخش کشاورزی تمام اراضی یک پارچه شد. در آن دوران صنعت نیز به موازات کشاورزی پیشرفت می‌کرد تا بتواند نیازهای مصرفی و سلاح مورد نیاز را فراهم آورد. همچنین با توجه به اشتغال بسیاری از کشاورزان به عنوان جنگجو، نیاز به صنعتی شدن و کمبود نیروی انسانی در بخش کشاورزی به شدت احساس می‌شد. در نتیجه به سرعت ادوات جدیدی در زمینه زراعت تولید و در اختیار کشاورزان قرار می‌گرفت. در بعد نظامی نیز بابک خرمدین با توجه به منطقه جغرافیایی آذربایجان از تاکتیک‌های مناسبی استفاده نمود. در آذربایجان چندین قلعه بزرگ وجود داشت که متعلق به حاکمان محلی بوده و بیانگر وجود این تعداد فئودال و یا خان بزرگ در آن دوران می باشد. پس از تمرکز قدرت به دست بابک، این قلعه ها در اختیار امنیت و امورات داخلی و سرحدی آذربایجان قرار گرفت. تفکرات و تاکتیک‌های نظامی و سیاسی بابک خرمدین باعث شد تا با توجه به شرایط جغرافیایی موجود به بهترین شکل از این قلعه‌ها در جهت دفاع از آذربایجان استفاده شود. بابک خرمدین به نسبت استعداد و موقعیت استقراری قلعه‌ها وظایف خاصی برایشان تعریف کرد. هرچند در نهایت بابک خرمدین شکست خورد، ولی ملت ترک آذربایجان و در رأس آن بابک خرمدین توانستند نام خود را در تاریخ آذربایجان جاودانه کنند و به یکی از الگوها و نمادهای ماندگار در زمینه ایستادگی و مقاومت در برابر دشمنان آذربایجان بدل شوند. مقاومت ملت ترک آذربایجان به رهبری بابک خرمدین نشان داد که قدرتی بزرگتر از بیداری و اتحاد ملی وجود نداشته
و هر زمان ملت ترک آذربایجان موفق به تحقق این دو مسئله مهم شده، توانسته است تا نام خود را در مبارزه علیه استبداد و ظلم در تاریخ ماندگار کند. 2. چرایی الهام گرفتن حرکت هویت‌خواهی آذربایجان جنوبی از بابک خرمدین. همان گونه که عنوان شد، فلسفه قیام بابک خرمدین و جانفشانی سربازان آذربایجان مبارزه با ظلم و استبداد و حفظ آذربایجان از گزنده تهاجم بوده است. این حماسه باعث شد که بابک خرمدین به یکی از نمادهای تاریخی ملت ترک آذربایجان بدل شود. شرایط امروز آذربایجان نیز بی‌شباهت با آن دوران نبوده و تلاش برای نابودی فرهنگ، زبان، تاریخ و همچنین استثمار اقتصادی آذربایجان وجود دارد. با وجود تلاش‌های رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی برای هویت زدایی از ملت ترک آذربایجان جنوبی، در دهه 1370 شمسی بازیابی هویت ملی در آذربایجان جنوبی سرعت گرفت. ابتکار گرامی داشت یاد و خاطره شخصیت‌های تاریخی آذربایجان از جانب فعالین ملی با حضور بر سر مزار ستارخان و باقرخان و همچنین قلعه جمهور معروف به قلعه بابک در قره‌داغ جنبش حرکت ملی آذربایجان را فراگیرتر کرد. همچنین از منظر جامعه شناسی جنبش‌های اجتماعی، غرور و احساسات ملی لازمه یک جامعه می باشد که در ابعاد مختلف آن جامعه نمود پیدا می کند و از آنجایی که جامعه آذربایجانی در حال بازیابی هویت جمعی خود بود، این پروسه نیازمند زایش احساسات و غرور ملی آذربایجانی مستقل از ایران بود. از این رو گردهمایی‌های مردمی حول شخصیت‌های ملی آذربایجان و با یادآوری حافظه تاریخی و میراث تاریخی آذربایجان شکل گرفت که بابک خرمدین، سردار آذربایجانی، از جایگاه مردمی و تاریخی مهمی نزد ملت ترک آذربایجان به عنوان سمبل مقاومت و اتحاد مطرح است. نگاه روشنفکران آذربایجان به این مسئله، به خصوص نگاه شخصیت‌هایی همچون دکتر محمد تقی زهتابی، دکتر هیئت و همچنین دکتر محمود علی چهرگانی به عنوان رهبر حرکت ملی در بین توده‌های ملت، سبب شد تا در آن برهه تاریخی سیل خروشان طبقه‌های مختلف ملت ترک آذربایجان روانه قلعه جمهور شوند. سمبل قرار دادن بابک خرمدین از طرف روشنفکران آذربایجانی از دو منظر آذربایجانی بودن بابک خرمدین و سیاست اجرایی وی قابل بررسی است. اول اینکه بابک خرمدین یکی از سرداران خوشنام آذربایجانی بود که نه به خاطر گسترش قدرت خود در آذربایجان و یا تصرف سرزمین‌های دیگر، بلکه تنها با هدف حفظ استقلال آذربایجان و جلوگیری از تحقیر، ظلم و ستم به ملت ترک آذربایجان توسط بیگانگان قیام کرد که با هدف فعلی روشنفکران آذربایجان همخوانی دارد. همچنین شیوه مبارزاتی بابک بر اساس دو اصل بیداری و اتحاد ملی بنا نهاده شده بود. شعاری که امروز یکی از راهبردهای حرکت ملی بیداری آذربایجان جنوبی است. بنابراین شخصیت، منش، سیاست‌های راهبردی و هدف بابک خرمدین کاملا با آنچه روشنفکران آذربایجانی به دنبال آن هستند همخوانی دارد. لذا قیام ملت ترک آذربایجان به رهبری بابک خرمدین الگوی مناسب و الهام بخش مبارزات بر حق ملت ترک آذربایجان جنوبی در مقطع فعلی است. 3. اهمیت رونمایی از پرچم مبارزاتی ملت ترک آذربایجان جنوبی در قلعه بابک. اگر جنبش هویت‌خواهی در تاریخ معاصر آذربایجان جنوبی طی دهه 1370 را که از دانشگاهیان و طبقه روشنفکر کلید زده شد را مبدأ کنش جمعی در بازیابی هویت ترکان آذربایجان جنوبی قرار دهیم، این پروسه سبب بازتعریف هویت مایی شد که مبنای مرزبندی ملت ترک آذربایجان و سایر ملل ایران شد. اما نماد بارز این هویت مشخص و بیشک یکی از اتفاقات مهم قلعه بابک به اهتزاز در آمدن پرچم آذربایجان جنوبی بود که به روز پرچم حرکت ملی نیز شهرت یافت. وجود پرچم مشخص از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا پرچم به عنوان نماد یک کشور محسوب می شود و در قانون اساسی تمامی کشورها سرود ملی و پرچم آن کشور مشخص می شود.
بنابراین فقدان پرچم به عنوان نبود و یا عدم وجود گروهی از مردم به شکل مستقل ارزیابی می شود. به همین دلیل است که حتی ملت‌های فاقد دولت نیز که به دنبال ساخت دولت ملت خود هستند، نمادی را برای خود انتخاب می کنند. البته از لحاظ حقوق بین الملل این نماد طبیعتاً نمی تواند همسان با نماد کشوری دیگر باشد، ولو آن دو بخش جغرافیایی دارای یک ملت واحد باشند. قبل از بررسی چرایی به اهتزاز درآمدن پرچم آذربایجان جنوبی در آن مقطع، لازم است به چرایی انجام این حرکت ملی پرداخته شود. پس از کاندید شدن دکتر چهرگانی برای انتخابات مجلس در شهر تبریز و وقایع پس از آن، تاریخ بار دیگر تکرار شد. پیشوری 1300 bizim 1324-25-imizdə o qiyam elədi. Yəni bu Təbrizdən parlament seçkilərinə yazıldı. Deputat getdi. Bunun etibarnaməsini ləğv elədilər. Etibarnamə buna vermədilər. Bu qeydli gəldi və yenə Azərbaycan qiyam eləyib və bir 6 ay, 1 il müddətində bu Azərbaycan yenə İrandan ayrılır. Bu millət özü ayrılır, yəni millətin balaları. Milletin balaları, Çeyrəqanı kimi balaları və buna oxşar balaları qalxıblar, dahi qoxmurlar, diz çimirlər, ühmürlər, şəxs mənfəətlərini içiblər, danışırlar, müsahibə edirlər, mübarizə edirlər, tutulurlar, xəstə olurlar, şəxs mənfəətləri ayaq altına qoyulur və bala-bala milli mənfəətlərimiz güclənir. Yəni gedirik ki, milli mənfəətlərimizi gücləndirib və onları qoruya bilər, sahib ola bilər. این بار به جای سید جعفر پیشوری دکتر محمود علی چهرگانی بود و به جای رژیم پهلوی رژیم جمهوری اسلامی قرار داشت. اما نتیجه همان بود و حدود 50 سال بعد تهران بار دیگر مانع حضور نماینده حقیقی ملت ترک آذربایجان در پارلمان شده بود. ناآرامی‌های پس از آن واقعه باعث شد تا فشار بر فعالین آذربایجانی شدت گرفته و حساسیت بر روی تجمعات داخل شهرها افزایش یابد. این موضوع پروسه گام سیاسی حرکت ملی آذربایجان جنوبی به رهبری دکتر چهرگانی را سرعت بخشید و سبب شد تا آلترناتیو دیگری مطرح شود. در این راستا روشنفکران تصمیم گرفتند تا در قلعه بابک به عنوان نماد استقامت ملت ترک آذربایجان تجمع کنند. اما این حرکت نیاز به یک نماد داشت، چرا که ملت ترک آذربایجان جنوبی در مسیر مبارزه به حق خود در مقابل سیاست آسیمیلاسیون و راسیسم در پروژه باز تعریف ملت سازی و دولت سازی قرار دارد. پرچم ملی برای یک ملت نماد و سمبل مبارزه علیه استعمار و نشانه رویشی دوباره است. پرچم ملی تنها مختص کشورها نیست، بلکه برای ملتی که در مسیر مبارزه برای تشکیل دولت ملی خود است، آرمان‌های یک ملت را یدک می‌کشد و سمبل شکست ناپذیری، برگشت ناپذیری از مسیر مبارزه ملی، شاخصه ملت بودن و داشتن حق تعیین سرنوشت است. نگاه روشنفکران آذربایجان به این مسئله، به خصوص نگاه شخصیت‌هایی همچون دکتر محمد تقی زهتابی به عنوان پدر معنوی حرکت ملی آذربایجان جنوبی که جایگاه ویژه‌ای در بین روشنفکران جامعه آذربایجان داشت و همچنین دکتر محمود علی چهرگانی به عنوان رهبر حرکت ملی در بین توده‌های ملت سبب شد تا در آن برهه تاریخی سیل خروشان طبقه‌های مختلف ملت ترک آذربایجان روانه قلعه جمهور شوند و پرچم آذربایجان جنوبی را به اهتزاز درآورند. به اهتزاز درآمدن پرچم حرکت ملی آذربایجان جنوبی در قلعه بابک از اهمیت بالایی برخوردار است و دلیل آن حضور ده‌ها هزار نفری ملت ترک آذربایجان در آن گردهمایی بود که به چه مردمی و دموکراتیک به آن داده و نشان داد که این حرکت برآمده از خواست ملت ترک آذربایجان است که این مسئله مبنای مرزبندی سیاسی آذربایجان جنوبی و جغرافیای ایران شد. به طور کلی می توان گفت گردهمایی قلعه بابک در طول مبارزات 100 سال گذشته از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که در طی 4 مرحله مبارزاتی در آذربایجان جنوبی که در 100 سال گذشته شکل گرفته است، تنها مرحله‌ای که آذربایجان جنوبی پرچم مستقل از جغرافیای ایران داشته گردهمایی قلعه بابک بوده است. با توسعه حرکت ملی آذربایجان جنوبی نیاز به وجود پرچم مشخص هر روز بیشتر احساس می‌شد
و بالاخره از طرف حرکت بیداری ملی آذربایجان جنوبی که خود در خط مقدم مبارزه ملی بود، برای آذربایجان جنوبی پرچمی مشخص ارائه شد و از طرف اعضای جانبرکف همین تشکیلات و فعالین حرکت ملی در گردهمایی قلعه بابک به اهتزاز درآمد. این پیروزی که با عمل فداکارانه فعالین رقم خورده و توانسته بود بر فشار سنگین و خفگان ایجاد شده از جانب حاکمیت غلبه کند، آنچنان تصویر زیبایی را به نمایش گذاشت که از طرف کسانی که عنوان می داشتند هنوز برای رونمایی از پرچم زود است نیز مورد تحسین قرار گرفت. پرچمی که در قلعه بابک رونمایی شد به نوعی به پروسه سیاسی حرکت ملی سرعت بخشید و به همین جهت به مرور مورد استقبال و اقبال بیشتری قرار گرفت. در واقع پرچمی که در قلعه بابک رونمایی شد سمبل سیاسی حرکت ملی آذربایجان است. این پرچم نمود هویت و موجودیت ماست و در مسیر مبارزه برای ساخت دولت ملی اولین پرچم رونمایی شده است که در عصر کنونی نمادها و مفکوره ملی ملت ترک آذربایجان را در خود دارد و از همین روی است که به عنوان پرچم ملی مطرح بوده و این پرچم در ردیف ارزشمندترین داشته‌های ملی تاریخ معاصر آذربایجان جنوبی محسوب می شود.